بریم که دریچه گاز 206 یه سرویس و یه اوورهال ازش بکنیم. ببین چقدر جرم داخلش هست. خب بچه 4 تا پیچ تی 20 میخوره دور تا دور این قسمت و درپوشو به آرومی میکشیم بیرون، چون که این قسمتمون سوکت میخوره که وصل میشه به دریچه گاز، عبور میکنه از این درپوش، به آرومی در بریم دوباره آرومی جا. 2 تا پیچ میخوره اینجا. من باز کردم اینو که زمان کلیپمون بیاد پایین‌تر، چون این میدان مغناطیسی داره. آروم اینو بکشیم بالا، یکم با فشار میاد بالا، ولی اینو آروم بکشیم بیرون. این که اومد بیرون بچه اینجا رو بیارش، چونه بیار این بغل بچه. این کثیفی که اینجا هست چون که میدان مغناطیسی این قسمت داره، کثیفی ها اینجا نمیذاره درست اینو بخونه و گاز بعد میخوره یا سلولتون بالا میمونه. چیزی دیگه از قسمت هایی که باید انجام بدیم خب بچه دریچه گاز این قسمت پرده ای که میخوره، پرده دریچه گاز این قسمت نیاز به سرویس داره. با یه انژکتور شور خیلی خوشگل اینو سرویس کنید. استاپی بزن. خب بچه هم تیکه من سوکتش رو تمیز کردم، هم یه پراتین دقیقاً همین قسمت رو بروی قسمت پایین میخوره اونجا سوکتش رو از بغل اسپری گرفتم تمیز کردم. دریچه گازم مرتب تمیز شد. میریم سراغ جمع کردن. بچه این قسمت آهنربایی که از خودش رو بذارین همین قسمت خوشگل جا میره، کف نشسته. 2 تا پیچش رو میبندیم. بچه چون این قسمت سوکتمون گفتم اینجا دقیقاً این سوکت داریم که از درپوشمون عبور میکنه، سوراخ‌های خیلی ریزی داره. برای رد کردن همین یه ذره این قسمت رو روغن روان کننده بزنید، چیزی بزنید که از پوسته رد نشه. بعد با آروم با لطافت این کار رو انجام. قشنگ سیم کشی رو ببینید که داره از این عبور میکنه. بعد فشار بدین. 4 تا پیچ تی 20 میخوره ببندین. تمام شد. یه لایک خسته نباشید. اگه اسپلور میاد حتما پیجمو فالو کنید. در مورد هر قسمتی کلیپ میزنم. موفق.